خب ضرب زدن کسرها. برای ضرب زدن دو کسر فرض کردیم A تقسیم B ضرب C تقسیم D. برای ضرب زدن دو کسر کفایه هست که A رو با C ضرب بزنیم و B رو با D، یعنی صورت رو با صورت ضرب میزنیم، مخرج رو با مخرج ضرب میزنیم. A ضرب C تقسیم B ضرب D. یا که ای را میتونیم نویسیم AC، یعنی A ضرب C AC. B ضرب D می نویسیم B D. تمام. خب فرض کردیم 6 تقسیم 7 ضرب 3 تقسیم 5. خب کسرها رو ضرب میزنیم. اگر در وقت کسر صورت با مخرج اختصار شود اختصارشان میکنیم، اگر نشود همین خیل آنها رو ضرب میزنیم. خب صورت رو با صورت ضرب میزنیم، 6 ضرب 3. مخرج رو با مخرج ضرب میزنیم، 7 ضرب 5. خب در اینجا یگان صورت با مخرج اختصار نمیشود، پس آنها رو ضرب میزنیم. 6 کرده 3 18. خب 7 ضرب 5 35. این کسر درست است، برای همین دیگر ما ای را کار نمی کنیم.